دختره که اگر خود چه نفوره یگان کس مجبوری یگان کارش کده نمیتونه. این گپ تو غوری دختره که همین خیل به حیا شیدن، ولی این جوان مرده ها مردگیان، جوان مرده های مسلمان مردگیان که دیگر در گرد اطراف همه با به حیایی دست میزنن و دخترها با به حیایی دست میزنن و یک جوان مرد یافت نمیشه بگه که ای خواهر همین کار تنکر، همین کار حرام است. یا اینکه دیگر مردهای دیگر را گپ زنه که برادرها در این کار حرام شما شریک نشوه. این جوان مردها مردگیان. برادرای عزیز، کدومایی که همین دخترای به حیا را دستگیری میکنه در پریمای افیرشون میشینه و گپای اونها را آب میتیه، نوارهاشون لایک میمونه و پدلیتسا میکنه و در تحت نوارهاشون خرمتا مرمتا مینویسه. از الله بترسه و اگر شما این منکرات منع نمیکنه عذاب الله که اومد همه را فرا میگیره. این را یقینا بدونه. الله رب العالمین میفرماید وقتی که قوم بنی اسرائیل را عذاب کرد، همون پریچینه عذاب آمدن در قرآن خداوند ذکر میکنه. الله رب العالمین میفرماید كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. اونها از کار منکر، از کار حرامی که میکردند یکدیگرشون باز نمیداشتند و چی کاری بدی انجام میدادند. پس برادرای عزیز خوب اندیشه کنید که وقتی که شما کار منکر، کار حرام دیده و منع نکرده، عذاب الله اومد همه تا فرا میگیره. خب همین چند روز پیش، چند ماه پیش در تاجیکستان یک منطقه پول، یک قشلاق پول در زمین فرو رفت. چند منطقه های دیگر سیل آبخیزی شش همه را رسوا کرد. چندین نفرها مردن. ای برادرای مسلمان، از گناه دست بکشه، از راه زنا دست بکشه و الا انتظار عذاب الله بشه. برادرای عزیز، شما انتظار هسته که از آسمان بر سر شما سنگ بباره، بعد شما پرهیز میکنه؟ از الله نمیترسه؟ با همون زنهای به حیا شما رابطه میکنه، صحبتهای محرمانه میکنه، نواراش نه لایک میمونه، پدلیتسا میکنه. از الله بترسه برادرای عزیز. مردها اگر شما اصلاح شده والله قسم زنها اصلاح میشوند، ولی شما خودتون همین زنها را به بی‌حیایی میکشه. از الله بترسه جوان مردان مسلمان.